جیگر میپزم ببر دیگه بلا. آقا سلام. خسته نباش، مخلصم. عزیز جیگرها سیخی چند داره شما میتونید بیرون تو فضای باز؟ چون جیگر سیخی تو فضای باز چجوری میتونیم الان سرده؟ متوجه نمیشم. میگم جیگر بیرون اگه بخوایم تو صندلی بشینیم جیگر زغالاشو میتونیم از تنور نون تازه وقتی داشته باشی؟ جیگر میخوای میدم میپزم. نه میگم ساعت چند اگه تنور برام بذاری یه نون تازه گوشتاش یه مقدار اصلا باز دلم درد میکنه. زمان الان گوشت رولت میزنم میخوری میزنم. نه گوشت رولت نه، دلم یه مقدار درد میکنه. دکتر گفته بود توی خیابون پایینیه اگه بتونی 2 تا سیخ پایین، پرتقالام له شده اون پایین. میتونی سریع برام الان جیگر آماده ندارم. میخوای چیز گوشت رولت؟ نه اصلا جیگر نمیخوام. میگم اینجا فضای بازداری میشه بی زحمت ما ساعت چند بیایم شما؟ جیگر میپزم ببر دیگه بلا.